آقا اینی که میبینی عکس باس فایت جدید کال آف دیوتی که باعث شده عملا فروش نکنه کال آف. این مودی که میبینید نه تنها مود زامبی نیست، کمپین اصلی بازی نه تنها آنلاین باید باشی و کوآپه، یعنی نمیتونی تنهایی بازی کنی. تنهایی هم بخوای بازی کنی دنگ و فنگ داره و جدا از اون بازی آنلاین وارد بازیت میکنه. جدا از اون مثل وارزون به هیچ وجه نمیتونی پاس کنی، یعنی فکر کن بازی که پول دادی نمیتونی پاس کنی. میشنای بازی هم چک پوینت نداره، هر میشن رو باید کامل تمام کنی. یعنی وسط بازی اینترنت قطع شد باید از اول قلو مرحله رو بری. جدا از اون آرتای بازی هم دادن چت جی پی تی، یعنی حتی انقدر برای شعور مخاطب ارزش قائل نشدن. و اینی که داریم میگیم راجع به یه آقایی که تو خونش نشسته بازی داره میسازه نیست، راجع به شرکت میلیارد دلاریه. دلیلی که الان کال آف شکست خورده همینه. این اهمیت نمیده به شعور مخاطب.